السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران گرامی و عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه نوبتی تحلیلی دیدگاه. خوشبختانه بعد از روزهای استراحت و تجلیل جشن عید قربان باز به ما میسر شد که با همدیگر بخوریم و با همدیگر صحبت کنیم. تماشاگران گرامی، امروز ما تصمیم گرفتیم درباره انرژتیک صحبت کنیم، درباره برق صحبت کنیم. یعنی موضوع امروزه ما سرمایه گذاری به بخش انرژتیک است. چنانکه که امروزها همه شاهد هستیم، همه نهادهای کشور، وزارت‌ها، کمیته امروزها نشست مطبوعاتی دایر کرده شدند و چند برق تاجیک، کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی نیز نشست مطبوعاتی خود را دایر کردند. میدونید صادق قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در نشست مطبوعاتی همین کمیته گفت که در تاجیکستان بیشتر از هر بخش دیگر به بخش انرژتیک سرمایه گذاری شده است. یعنی از همه زیاد به بخش انرژتیک سرمایه گذاری شده است. به گفته این مسئول، به گفته قادرزاده، تا 1 ایولی همین سال در تاجیکستان 74 لایحه دولتی سرمایه گذاری مورد عمل قرار دارد. مبلغ عمومی لایحه ها 38 میلیارد و 100 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. 38 میلیارد و 100 میلیون سومانی را. قادرزاده هم مثل هر منصبدار دیگر ببینید که با رقم بازی می‌خواهد از پشه فیل بسازد. از یک پشهچه فیل نمایش کرد. چه؟ ببینید ذکر 38 میلیارد سومانی که رقمی خورده نیست. این رقم ذهنی هر یک نفری که در نشست مطبوعاتی بود این گزارش قادرزاده را گوش کرد، ذهنش را مشغول میکند و به تناقضاتی که از پی آن می آید اهمیتی کمتر میدهد. شاید رقمی که قادرزاده گفت از هوا گرفته نشده است، شاید درست باشد و بیشتری آن 74 لایحه دولتی سرمایه گذاری که مورد عمل قرار دارد به سالهای گذشته بستگی دارند. یعنی تا آخر اینجا اجرا نشده است این لایحه. بنابراین هر سال به حسابات مقامات تاجیکستان وارد میشوند و واهمه سازی میکنند. همین خیلی اکنون ببینید تماشاگران عزیز، شما میتوانید به دوام سخنهای قادرزاده دقت دهید و اصلی مسئله را روشن سازید. به گفته قادرزاده از این مقدار مبلغ به سرمایه گذاری بخش های انرژتیک 969 میلیون سومانی، نقلیات 632 میلیون سومانی، معارف حدود 103 میلیون، ساحه تندرستی 148 میلیون، خواجگی منزلی و کمونالی 160 میلیون، کشاورزی 105 میلیون سومانی و دیگر ساحه های اقتصاد روانه شده است. یعنی جمع بیشترین مبلغ گذاری ها کمی بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون است. کمی بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون است. اما رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی از 38 میلیارد دلار حرف میزند. از 38 میلیارد دلار. حالا تماشاگران عزیز به گفته های من دقت دهید. انشالله که به شما هم نوبت میدهیم در رفت برنامه حتما فکر اندیشه های خودتان را میگویید. حالا خواهش میکنم تکمه های لایک را پخش کنید و این برنامه ما را لینک نوار را به دیگران نیز بفرستید تا اینکه از برنامه ما آگاه شوند و این برنامه وارد شوند. ببینید
ادامه گفته های قادرزاده گپ های ما را تصدیق میکند. قادرزاده میگوید نیم ساله اول به اقتصاد تاجیکستان 276 میلیون و 300 هزار دلار یعنی حدود 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری خارجی وارد شده است که 99 میلیون دلار زیادتر نسبت به همین دوره سال 2020 است. تماشابینان عزیز، موضوع بحث امروزه ما این رقم بازی های رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری نیست. اینها همین خیل عادت کردگی هستند. همین خیل عادت کردگی هستند که انمی خیل رقم بازی کنند. عادت همیشگی اکثر منصبداران تاجیکستان است که انمی خیل رقم بازی کنند. یگان خیل دیگه نویگری وجود ندارد. چنانه که در اول گفتم موضوع امروزه ما سرمایه گذاری به بخش انرژتیک است. ما بیشتر به این مسئله تکیه میکنیم، بیشتر در این مسئله گفته شنید میکنم. بخش انرژتیک قریب همه ساله بیشترین سرمایه را جلب میکند. بیشترین سرمایه را از همه زیاد سرمایه به بخش انرژتیک جلب میشود. اما ضررآورترین بخش اقتصاد کشور است. ضررآورترین ضرر سالانه برق تاجیک همیشه بین 350 تا 450 میلیون دلار قرار میگیرد که تقریبا برابر به سرمایه وارد شونده به کل اقتصاد کشور برابر است. به کل اقتصاد کشور. میفهمید؟ حتی با در نظر داشت اینکه بیشتر این سرمایه ها گرانت یا قرض بی بازگشت هستند، ضرری که برق تاجیک به اقتصاد کشور وارد میکند به مراتب بیشتر از سرمایه است که کشور از گرانت ها و سرمایه گذاری ها به دست میارد. فهمیده شدید؟ ببینید چند شرکت های اودیتوری درباره ضررهای وارد کرده برق تاجیک به بودجه کشور گزارش دادند. یک شرکت اودیتوری مورس استفنز KSC اسورنس CRL مرکزش در شهر بخاری است. گزارش داده بود برق تاجیک، شاید این نام چرا نادرست گفته باشم چون که اینقدر من انگلیسی بلد نیستم. همین شرکت سال 2017 گفته بود که شرکت برق تاجیک 3 میلیارد و 406 میلیون سومانی برابر به 400 میلیون دلار با قرب میانه در همون سال ضرر دیده است. طبق اودیتی که شرکت بیکر تایلی کلیتا اند پارتنرز CRL در سال 2016 گذرانیده بود، ضرر عمومی برق تاجیک در این سال 2 میلیارد و 300 میلیون سومانی یعنی 250 میلیون دلار برآورد شده بود. ضرر 250 میلیون دلار. اکنون یک سال دیگر اون طرفتر سال 2015 همین شرکت اودیتوری گفته بود که برق تاجیک در سال 2015 2 میلیارد و 800 میلیون سومانی حدود 350 میلیون دلار با قرب میانه ضرر کرده است. هر سال ضرر بالای ضرر بالای ضرر. قرض برق تاجیک هر سال 3-4 میلیارد سومانی از 250 تا 400 میلیون دلار در سالهای گوناگون می افزاید. اما از سال 2018 به این طرف حجم این قرض اعلان نمی شود. حالا ما 2017 را گفتیم، بله 2016 را گفتیم، 2015 را گفتیم، از 2018 به این طرف معلوم نیست. در سال 2018 قرض شرکت برق تاجیک به 15 میلیارد رسیده بود.
این 1,6 میلیارد دلار رو تشکیل میداد. در یک سال 2018 1,6 میلیارد دلار شرکت برق تاجیک با تاجیکستان ضرر آورده است. خودش که ضرر دید، شرکتی دولتی است، با کشور ضرر آورده است. 1,6 میلیارد دلار نیم زیادی بودجه یک سالی تاجیکستان. اما تماشابینان عزیز، حالا این رقم هایی که به شما میگویم در یادتان بدارید، شاید در وقتی که به شما نوبت داده می شود، در وقت صحبت برای شما لازم شود. این رقم هایی که به شما گفتم تنها قسم کوچک ضرر است که شرکت مناپولی، شرکت برق تاجیک به بودجه وارد کرده است. چون که بیشتری قرض برق تاجیک از وزارت مالیه و با پول ملی است. اهمیت دهید، با پول ملی. این میتواند با پایان رفتن قرب حجم آن با اسعار کمتر شدن میگیرد. در نتیجه بودجه از این حساب هم ضررهای هنگفت میبیند. ببینید، برای مثال سال 2015 قرض برق تاجیک با حساب دلار بیش از 3 میلیارد دلار بود. قرض عمومی. ضررهای هر ساله برق تاجیک را اودیتورهای خارجی معین میکنند. اودیتورهای خارجی با سامانه که معین نمیکنند. رقم این ضرر هم از سال 2018 به این طرف این ضرر دیگر حالا پنهان است، رسانه‌ای نمیشود، اما سمت وجود دارد که میشود توسط آن ضرر این شرکت مناپولیست را در حدود پلیس مینیس 10% حساب کرد. و این سمت ببینید، نیروگاه آب برقی سنگتوده گزارشش رو خوندیم. ما در این باره برنامه هم کرده بودیم، اگر یادتان باشد میتوانید برنامه های دیگری ما را در این باره تماشا کنید درباره خود سنگتوده. مقامات انیقترش از عضوی عائله رئیس جمهور توانستند پیش راه رسانه‌شوی حسابات این نیروگاه را بگیرند، ولی ما با تکیه به آمارهای رسانه‌ای شده میتوانیم به چندی از حقیقت ها پی بریم. ببینید، قرض شرکت مناپولی برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده یک در نیم سال جاری 279 میلیون سومانی بیشتر شده است. 279 میلیون سومانی. ماموریت نیروگاه سنگتوده یک روز 27 ایول با نشر یک اظهارات گفت که شرکت برق تاجیک همگی 33% پول برق تولید کرده این نیروگاه را پرداخت میکند. از این رو قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده یک در نیم سال روان، همین 6 ماه، باز هم 297 میلیون سومانی افزایش یافته، در عموم به 1,089 میلیون سومانی رسیده است. تماشابینان عزیز دقت دهید، به 1 میلیارد زیاد، به 1,089 میلیون سومانی. از اینکه به سنگتوده پرداخت در سطح پیشتر باقی مانده است، می شود خلاصه کرد که ضرر سالانه برق تاجیک نیز در همان سطح قدیمی است، یعنی 250 تا 400 میلیون دلار یا 3-4 میلیارد سومانی. فهمیده شدید؟ قرض شرکت از زمانی قطعی نشر حجم آن، یعنی پنهان کردنش، به 25 میلیارد سومانی شاید رسیده است. به 25 میلیارد سومانی. این رقم یعنی افزایش حدود 250-300 میلیون سومانی قرض برق تاجیک در نیم ساله یک عنعنه است و سالهاست که ادامه دارد.